وزارت امور داخلی تاجیکستان می‌خواهد آنهایی که در محل حادثه‌های فوق‌العاده با نوارگیری به کار پلیس خلل می‌رسانند مجازات شوند. وزیر فرهنگ تاجیکستان از تشکیل نهاد برای تشویق و ترغیب لباس ملی حمایت کرد. هنرمندان ما در بسیار صحنه‌های بین‌المللی وقتی که برآمد می‌کنند بعضی عنصرهای لباس‌های اطلس و ادرس را استفاده می‌برند، خیلی زیبنده است. و جهادی ها از سوریه و عراق به کجا می‌گریزند؟ مصاحبه با عضو سابق گروه به نام دولت اسلامی که حالا از جنگ فرار کرده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان می‌خواهد آنهایی که در محل حادثه‌های فوق‌العاده به کار پلیس خلل می‌رسانند مجازات شوند. رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخلی روز 21 ایول در صحبت با خبرنگاران گفت پیشنهاد آنها جهت وارد کردن تغییرات به قانونگذاری درباره پیشبینی جزا به حکومت ارسال شده است. رحیم‌زاده از تجربه سوختار در بازارهای کاروان و فرخار مثال آورد که شهروندان زیاد با گرفتن عکس و نوار از جای حادثه به فعالیت کارمندان امور داخلی خلل رساندند. بسیار تشویش‌آور آن بود که شهروندان ما بسیار بیهوده جمع شدن رسمگیری و تماشا و خلل رساندن به فعالیت مقامات ساختار خاموشی خیلی ممانعت ایجاد کردند. برای همین خواهش می‌کردم این هم درست به مردم فهماندن نکنند که در این حالت باید مردم مساعدت کنند، نه اینکه خلل رسانند. متاسفانه لیکن به همین حالت برای همین من در تصمیم گرفتیم که با قانونگذاری جمهوری تاجیکستان دیگرگونی پیشنهاد کنیم که شخصانی که خلل می‌رسانند در چنین حالت به جوابگری کشیده شوند. وزیر امور داخلی تاجیکستان در حال به این نقطه اشاره کرد که عکس و نوارهای هم آتش‌سوزی شب 2 ایول در بازار کاروان دوشنبه و هم بازار مرکزی نویای فرخار در شام 30 می بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی و به دنبال در سایت‌های اینترنتی نشر شدند. وزیر فرهنگ تاجیکستان میگوید حالا یک گروه ویژه به تهیه طرح لباس ملی مشغولند. موضوع تاثیر فرهنگ بیگانه به لباسپوشی در تاجیکستان 2 هفته پیش در سخنرانی پرزیدنت کشور امام علی رحمان مطرح شده بعدا در کمیته دین هم بررسی گردید. شمسدین اورونبکزاده وزیر فرهنگ روز جمعه 21 ایول در نشست خبری گفت نهاد مخصوص به زودی قالب لباس ملی برای تاجیکان را معین خواهد کرد. همکاران ما مولا رجب یوسفی و افسانه اکوبیرشویeva در پایان نشست امکان پیدا کردند که این موضوع را با شمسدین اورونبکزاده به بحث بکشند. در شرایط خیلی اقلیم گرم ما وقتی که بعضی بانوها سطر ببر میکنند، حتی در بسیار موردها معذرت میپرسم در نقلیات دربارشون ششتن امکان ندارد. بعد واقعا خطر دارد. هر کس با تشویش و شبهه به آنها نگاه میکند که خدا نکند در تگ سطرشون چادرشون یگان چیز پنهان شده باشد، چون که حادثه‌های زیادی ما در من این بانوی زیبایی که در نزد ما هست ما هراس میکنیم از اینا. استاد این درباره این کارها برای تهیه نمونه لباس ملی چقدر واقعا ما دستور گرفتگی بدیم که در مورد تهیه لباس ملی در همکاری با کمیته های داخلیداری دیگر مقامات های دیگری وکالتدار در عین زمان یک خلاصه مشخص نیست. بحث و مبادله افکار در این سمت ادامه دارند و در وقت های نزدیکتری می توانیم به این سوال شما پاسخ دهیم. در همین تهیه لباس ملی تا کجا لباس پوشی زنان ما در گذشته به نظر گرفته میشه در دهه‌های مثلا لباس های داخل واسه چگونه ماننده است یا اینکه نه اصلا همون سنت های ملی که ما داشتیم اونها پر رعایت می‌گردند. در عین حال با نظر داشته پیشرفت جامعه امروزه لباس ها تکمیل داده میشن، نه که ما بازگردیم به عصر سنگ و عصر چیزی که بانوهای ما خانم‌های ما پیشگذشتگان ما در بسیار موردها خیلی نیازمند بودند و لباس‌های زیبای مانند امروزه نداشتند. هم زیبا باشد هم برای سلامتیشان مفید باشد. برای مردها یگان نمونه اینگونه برای مردها که لباس اروپایی چیزی که تمام دنیا قبول کرده است. فرض کنیم عرب‌ها ما مانند عرب‌ها من حاضر پوشیم چخیل نگاه میکنم به ما. و خبر نوبتی ما درباره آن است که بعضا شرح و تفسیری که در شبکه‌های اجتماعی نوشته می شود می تواند در پی مجازات داشته باشد. روز 17 ایول پلیس مسکو در یک مرافعه کوتاه قضیه تهدید مهاجر توجیک به جان سرگئی پاناماریوف خبرنگاری نشریه کامسомольская правда را بررسی کرد. عزت‌الله مخصومов ساکن 23 ساله نویای فرخور به آن متهم می شد که یک سال پیش بعد از نشر مقاله های تند این خبرنگار درباره تاجیکستان او را از طریق اینترنت تهدید کشتن کرده است. Мы решили, что
ما تصمیم گرفتیم که او از ما بخشش میپرسد و بنابر همدیگر فهمی جانبها این پرونده قطع شد. برای همین مقصد ما روز دوشنبه با او در ریاست تفتیشات پلیس مسکو واخوردیم. وی از ما بخشش پرسید. با نظر داشت اینکه وی یگانه نان آوری خانه است و دخترچه 1.5 سالش را سرابانی میکند، ما تصمیم گرفتیم این پرونده او را تا به دادگاه نکشانیم. ماه ایولی سال گذشته این خبرنگاری روس بعد سفر کوتاه به تاجیکستان سفرنامه‌ای به گفته خواننده‌ها پر از تمسخر و توهین را نشر کرد که موج ناراحتی را در داخل تاجیکستان و شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. پلیس مسکو حتی برای مکاتبه‌های تهدیدآمیز به جان این خبرنگار پرونده جنایی باز کرد. برنامه را ادامه میدیم. در آخر سال گذشته بعد 6 ماه ماموریت موقتی در توجیک صادرات بانک، توجیدین پیرزاده دوباره به ریاست این نهاد مالی تعیین شد. هفته روان در نشست خبری پیرزاده گفت که وضع مالی بانک رو به بهبود آورده است. این بانک بزرگ تاجیکستان سال 2015 به مشکل پیچید و نتوانست سری وقت پول مشتریانش را دسترس کند. این وضع به نوبت طولانی و نارضایتی‌ها از بانک سبب گردید. خورشید همدم همکاری ما در صحبت با توجیدین پیرزاده سبب‌های به بحران پیچیدن توجیک صادرات بانک را پرسان شد. آیا شما با این عقیده راضی هستید که مفلس شدن بانک صنعی بود و در نتیجه رقابت ناسالم به میان آمد؟ همه اون تجارت میگذار تجارت بانکی باشد، غیر بانکی باشد، صنعی هم هست. گپی صنعی وجود دارد، ولی در اینجا یک چند پرابلم‌های دیگر است که ما باید گفتن من در کار است. این پرابلم های بانکی از سال 2008 این جانب سر شدن و سال 2008 ما اینا به خوبی گذاشتیم، چون که دولت خورد است، بانک ها خورد است، نه اونقدر تاثیر کلان رسوند، ولی بحران های بعدی تاثیرش زیادتر رسوند از اونجا به توجیک صادرات بانک و نسبت صنعی بودن بود. بعضی کارهایی که در دوره پیش از مدیریت موقتی ما دستگیر کردیم یک گروه آدم را که با کارت‌های پرداختی توجیک صادرات بانک گویا مبلغ نمیگیرن، لیکن در جیبی اونها دیگه کارت بود، مثلا کارت‌های بانک‌های دیگه، ولی bayrak گرفته برآمدن نزد بانک اومدن که بیاین در بانک وارد شیم، مبلغمون رو گیریم و بانک مفلس میشه دیگه اینا بودن صنعی گپو. آخری سال 2015 اگر از ماه سپتامبر این کار شروع شده باشد تا ماه فوریه سال 2016 تقریبا از کارت‌های پرداختی ما 110 میلیون سومانی مردم گرفت. ما زیاده از 2 میلیارد سومانی در سال 2015 بانکماتمون رو پر کردیم. دوم ما از حساب امانت‌های مردم از ماه سپتامبر تا فوریه سال 2016 سپتامبر 2015 و فوریه 16 تقریبا 35-40 میلیون دلار مردم رو برگردوندیم. اینا هم سببش در اون است که بعضی مردم وهمه ساختن که بانک ها از بانک بین میرود، از اون جمله صادرات بانک پولاتو نگیرین. این هم یک بعضی آدما ساختکاری کردن و این بود که وضعیت بدتر شد و در سال 2016 وضع مالیوی تا آخر سال 2016 پرداخت پذیری به 3-4% پایین رفت و ما مردم پولش داده نمیتونستیم و از زیاد آمدن آدم‌ها که درگیر اطراف بانک، درگیر اطراف فیلیال ها و بعضی اونها علاقه با بیرق ها در نزد بانک ملی بودن، من این سببی بعد مدیریت موقتی پیدا شدنش هم از همین بود. توجیدین پیرزاده این هفته قهرمان برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی است. شما میتوانید در سامانه ما www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب درباره مشکلات چند ساله توجیک صادرات بانک، دورنما و نقشه های ماموریتی آن معلومات بگیرید. رو میاریم به موضوعهای دیگر. پناهجویان عراقی که تخمیناً 3 سال اینجانی بعد از ظهور گروهی به نام دولت اسلامی در سوریه و عراق به اردن فرار کرده بودند، حالا در فکر بازگشت به خانه‌های خود هستند. 10 ایول بعد عملیات 9 ماهه شهر موسول تحت نظارت نیروهای دولتی عراق گذشت، ولی تقریباً 80% بناها در این شهر تخریب شده است. اکنون جنگجویانی که از کشورهای مختلف به این شهر آمده بودند پناهگاه می‌جویند. ادامه موضوع در گزارش سجیده میرزا.
وقتی که عضو گروه تندروی دولت اسلامی مرات نورمگامدوف از این ساختاری افراطی دلسرد شد و از سوریه به ترکیه فرار کرد، او این واقعیت را می‌دانست که در صورت بازگشت به روسیه زندانی خواهد شد. به این دلیل نورمگامدوف نامش را عوض کرد، شناسنامه نو گرفت و از استانبول به کیف پایتخت اوکراین رفت. ظاهراً تبادل ضعیف معلومات درباره افراد متهم به تروریسم در بین مسکو و کیف امکان داد که این مسلمان 33 ساله با موفقیت از ترکیه به اوکراین کوچ بندد. همه این گروه های مسلح اسلامی برای من فرق ندارند. اعتقاد به این گروه ها را گم کردم. آنها برای اسلام نمی جنگند. من نه در تنهایی و نه در یک جایگی با کسی برای آنها کار را انجام نمی دهم. نه مترو ترکانیدنیم، نه دسیسه در سر جای دادم. من چنین نقشه ندارم. یگانه هدف من آموزش دین و بازگشت به حیاتی آسایشته است. بعد اشغال کریم از جانب روسیه در سال 2014 همکاری میان مسکو و کیف و همینطور تبادل معلومات اکتشافی قطع شد و حالا جانب‌ها بر روی خط یکدیگر درباره افراد متهم به تروریسم دسترسی ندارند. من واقعا در هیچ صورت نمیتوانم به روسیه برگردم. در آنجا مرا به داغستان برده در بهترین حالت به مدت طولانی زندانی خواهند کرد. چون این حادثه با افراد مانند من زیاد اتفاق افتاده است که جسد آنها را در جنگل پیدا میکنند. نیروهای امنیتی در دست آنها سلاح و یا نارنجک گذاشته اصرار می‌ورزند که در عملیات ضد تروریستی دهشت افکنی را به قتل رسانیدند. خبرنگار رویترز نتوانسته از سخنان نورمگامدوف را از منابع مستقل رد و یا تصدیق کند، ولی آدمانی که نورمگامدوف و پدری او را میشناسند و همچنین یک دوست او در اوکراین حرفهای او و از داغستان بودنش را تصدیق کرده است. نورمگامدوف 2 سال را در سوریه سپری کرد. او بر این باور است که مقامات درباره هویتش معلومات ندارند. واقعا روسیه قانون‌های مربوط به مجازات اعضای گروه‌های تروریستی خارجی را شدت بخشیده است. حالا روسیه افرادی را که در جنگ‌های سوریه و عراق شرکت ورزیدند در رویخط خاص جای داده است. فعلا در این رویخط نزدیک 3400 نام ثبت شده است. خدمات فدرالی امنیتی روسیه در مرز منتظر آنهاست. لحظه‌ای که آنها به روسیه داخل می‌شوند، آنها را با عیبنامه جدی و از جمله تروریسم حبس خواهند کرد. آنها سالهای طولانی را در زندان سپری می‌کنند. با گفته خبرنگار رویترز، در صورت بازگشت به روسیه، نورمگامدوف در راستای 15 سال زندان قرار خواهد داشت. بازم برمیگردیم به تاجیکستان. تو چند ماه دیگر تاجیکستان از چین جهت پیشگیری از پیامدهای آفت‌های طبیعی بیش از 62 عدد تکنیکای پراقتدار دریافت میکند. رستم نظرزاده رهبر کمیته حالتهای اضطراری روز 20 ایول در نشست خبری گفت کمک‌های فنی حدود 11 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. رستم نظرزاده رهبر کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان 20 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت که تا چند ماه دیگر تاجیکستان از چین در چارچوب یک برنامه سازمان ملل متحد در رابطه با پیشگیری و از پیامدهای آفت‌های طبیعی بیش از 62 عدد تکنیک پراقتدار خواهد گرفت. با گفته جناب نظرزاده، فهرست این واسطه‌های فنی را سازمان ملل متحد تصدیق کرده است و اکنون آنها به تاجیکستان رسانیده می‌شوند. 70 میلیون یوان این 11-12 میلیون دلار می شود. از جانب خطو ما کمک تکنیکی قبول میکنیم. ممکن تا ماه اکتبر شود. این در حالی است که در زمستان و بهار سال جاری ساکنان تاجیکستان مشاهده می‌کردند که نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده به دلیل نداشتن تکنیک ضروری نمی‌توانستند به زودی به محل‌های آفت‌زده برسند و مردم را نجات دهند. چون این وضع در ماه‌های ترمه‌فرای در منطقه‌های گوناگون کشور در فصل زمستان زیاد مشاهده شده بود، اما حتی با فرارسی فصل تابستان نیز نجات دهندگان تاجیک در مقابل آفت‌های طبیعی عاجز ماندند. برنامه امروز را اینجا انجام میدیم. تشکر که با ما هستید. استراحت خوب و خدا نگهداری هر یک شما.